گر بمیرم در غریبی تاجیکستانم بره، گر بمیرم در غریبی تاجیکستانم بره، با دعای خیر و با آیات قرآنم بره، کرده از خاطر پریشانم غریبی سالها، بعد مرگم سوی خویشانی پریشانم بره، من برای رزق پاک و پاره نان آمدم، سوی اهل خاندان با پاره نانم بره، یا بختلان یا ایسان یا بدخشان یا کسوف، در غریبی سخت رنجید جسم و جانم التماس، بعد مرگم کنج خاکی تاجیکستانم بره، بعد مرگم کنج خاکی تاجیکستانم بره، هر کجایی میتوانیدم گذاریدم در وطن، گر مرا انسان بدانه تاجیکستانم بره، گر بمیرم در غریبی تاجیکستانم بره، با دعای خیر و با آیات قرآنم بره. اون نفری که در این آزمون ما جای اول رو میگیرد تحفه نوتبوک میباشد و این نوتبوک از جانب سرپرستی من همین آزمون ما شرکتی همون تاکسی هایی که مهاجران رو به سرحد قزاقستان برده می آورند، یعنی شرکت من همین اکای محیدین میباشد و این نوتبوک زیبا که نو خریداری کرده شده است به شما تحفه کرده می شود. خب دوستان عزیز، این نوتبوک زیبا، نوتبوک نو نصیب اون می شود که در این آزمون ما جای اول رو میگیرد. برای جای دوم دوستان عزیز ما پلانشت تحفه میکنیم و برای جای سوم باشد تلفن موبیلی. خب ما منتظر و انتظار شعرهای شما هستیم. مرحمت چطوری که به شما گفتم طریق پست الکترونی من و طریق واتساپ و وایبر روان کنید، ما منتظر میشویم. و تنها با آنهایی که مهاجران لایک زیاد میگذارند آنها غالب آزمون ما میشوند.